سلام و درود بر شما بینندگان عزیز. اومدیم بازی بایر لورکوزن با هایدنهایم. همون لحظه حمله برای بازیکن هایدنهایم، یه پاس موقعیت برای بازیکن، نمیتونن استفاده کنن. شوتی با خطری بسیار از دروازه بایر لورکوزن به بیرون رفت. میتونست بهترم بزن. کنر سانتر خوب، یه ضربی به 2 تیرک برخورد میکنه، وارد دروازه نمیشه. خیلی دارن خوب حمله میکنن، میتونن گلزنی کنن. ببینید چه بدشانسی آوردن. ضربه ای که زد چون نتونست توپ رو دفع کنه، اینجا به 2 تیرک برخورد کرد، توپ دروازه بایر لورکوزن نره. خیلی شانس هایدنهایم اومده که بازی رو ببره، نمیخواد باخت بده. حالا یه پاس بونیفیس نمیتونه توپ رو کنترل کنه. اونجا امین عدلی موقعیت داره. امین عدلی شوت نچندان خوبه که با فاصله بیرون دروازه میره. امین عدلی شماره 21 ضربه خوبی رو نزد، توپ بیرون رفت. حالا بوئندیا وارد زمین میشه. جرمی فرینپوینت یه پاس موقعیت برای بایر لورکوزن به جای نمیرسه. 90 دقیقه قانونی به اتمام میرسه، بازی داره تموم میشه. 0-0. اونجا هافمن بوئندیا تعویض طلایی شابی آلونسو چه ضربه ای میزنه. دقیقه 77 تعویض شد. حالا با یک ضربه بسیار عالی بایر لورکوزن رو تو این شب به پیروزی رسون. چه شوتی کرد. خرید جدید شابی آلونسو. میبینید ژاکا استاد بافمن رسود به بوئندیاس پشت محوطه. خیلی خوب زد در دقایق آخر این بازی، وقتهای اضافه، بایر لورکوزن رو به برد میرسونه. بوئندیا خرید جدید این تیم ضربه ای زد واقعا. بعد از اون همه حمله هایدنهایم، حالا بایر لورکوزن گل میزنه.